ببین دو راه بیشتر نداری، یا سطح بالا بخونی یا اینکه معمولی بخونی. معمولی بخونی رشته‌های معمولی قبول میشی. پس شانس تو امتحان کن، زمان زیادی هم باقی مونده، فقط آدمای سخت‌کوش برندن. هوش فقط میتونه کمک کنه، یعنی اگر کسی باهوش باشه سریعتر نتیجه میگیره، ولی اگر هوش متوسط داشته باشی با سخت کوشی میتونی جبران کنی. تصور کنید یه آدمی فوق العاده باهوش باشه ولی سخت کوش نباشه، نتیجه نمیگیره، بهت قول میدم. ولی کسی با هوش متوسط باشه، برادر خود من هوشش متوسط بود، همه فامیل میگفتن مثلا هوشش از من کمتره. خب حالا البته که به نظر من اینطوری نبود ولی فامیل میگفتن. خب ولی فوق العاده سخت‌کوش بود. منم سخت‌کوشم ولی اون از من خیلی بیشتر، خیلی بیشتر. الان یه مهندس خیلی خفنه در این حد که بهت بگم مثلا فرودگاه دوسلدورف ایشون طراحی کرده در این حد. خب یعنی در حد بین‌المللی، نه تو ایران. در حالی که مثلا حالا من تو عشق و علاقه‌ای که داشتم توی تدریس موندم. من هیچ وقت از اون همیشه نمراتم هم بالاتر بود ولی مهندس شاید اصلا نرفتم تو مهندسی. شاید اگه میرفتم منم مهندس موفقی میشدم. میخوام بهت بگم حتی رشتهش تجربی بود، یعنی نمیتونست ریاضی رو خوب بفهمه. خب درک اون موقع خیلی سخت بود نظام قدیم ریاضی، هر کسی نمیرفت رشته ریاضی. الان برعکس شده. خب حالا کار نداریم. بعد به همین خاطر رفت تجربی، بعد دید دوست نداره، سال آخر تغییر رشته داد، برگشت به ریاضی، بعد خیلی اذیت شد، یه سال پشت کنکور مون به سختی. منم البته خیلی کمکش کردم. منظورم اینه که ببین بهانه برای خودت نیار. بعضیا دیدی از الان شروع میکنه نه آقا من ضعیفم، من اینجوری ام، من اونجوری ام. اینا مثلا دنبال اینن که عدم موفقیتشون در آینده که خودشون تو شادوی ذهنیشون هست و مطمئنن و گردن مثلا کائنات و طبیعت و امکانات و من تو روستام و اصلا این حرفا نیست. من اینقدر به آدم نشون میدم تو روستا بودن، از اون آدمایی که سوپر لاکچری زندگی میکردن موفق تر شدن. فقط و فقط عامل موفقیت سخت کوشیه، همینو بس. اینو من بهت قول میدم. هوش فقط یه کاتالیزوره، سرعت موفقیت رو بالا میبره، یعنی رسیدن به مقصد رو تسریع میکنه. همین من ضعیفم قبلا نخوندم، اینا فقط بهانه هایی که از الان داری در ذهن خودت ایجاد میکنی که عدم موفقیت تو در آینده توجیه بکنی به خانواده، بگی آره من مثلا اینطوری بود، شما پول ندادید، من کلاس نرفتم، یا پول نداشتیم اینجوری شد، ما تو روستا بودیم، کتاب دیر رسید، جزوه دیر رسید، کلاس کنسل شد. اینا همش بهانه است، همش بهانه است.